ای هموطن افتخار می باید کرد. او نامرد نبود ولی به وعده‌اش وفا نکرد و ناگهان غیب زد و دیگر به سراغ من نمی آید. دری مرا نمی کوبد، به خانه‌ام سر نمی زند. حالان که در وقتش وعده کرده بود سر زند از دل غمم، بر خانه‌ات سر می زنم. مهر تو کوبد در دل، من تو را در می زنم. گر سراغت می روم ای دوست، دارم احتیاج، از می صحبت قدح از پشت ساغر می زنم. زیر پر آزاد می کردم جهان مثل عقاب، همچو مرغی در قفس امروز پرپر می زنم. خوار شد اهل سخن، خوار شد اهل سخن گویم، چو که قدرش نماند خوار می آرم گاهی که که بر می زنم. تاجی که آوارم از دست خود صد پارم، خویش را از کو به کو مثل قلندر می زنم. بوی یوسف می رسد از لطف و فیض آشتی، پیشوازت ای برادر سینه را جر می زنم. ولی افسوس و دریغ که او دیگر نه بوی یوسف را می شمد و نه سینه‌اش به پیشوازم جر می زند. خاموش است، خاموش. دامن 50 سال ما زادروزش را همراه در اجاره خانه تنگش جشن می گرفتیم. ولی امروز بلکه 5 سال باز در امروز می ترسم که به خانه سبیل ماندهش چون فرمودهش سر بزنم. دهشت است برای من که بچه یا دخترچه ارکش به استقبالم می براید و دیگر پدرم نیست می گوید، و یا همسری کلفت زدهش فغان می برارد که جوره جان و جگرت به زیر خاک خنک رفته، تو هنوز نه او نمرده است، به زیر خاک خنک هم پناه نبرده. او زنده است، از نامردی نامردان و زندگی نامرد به فغان آمده پنهان شده است زیر ایجاد سبیل ماندهش در جلدهای خرد و بزرگی میراث پر ارزشش. از ناسپاسی مسئولین به تنگ آمده خویش را به خلوت کشیده است تا نگویند که شکایت کرد. دوست نمی داشت شکایت کردن را. در قبال کل نامردی ها تلخ تبسم می کرد تا نگویند که طمع دارد. یک ساده دلم زمنمنی پرهیزم، هرچند میان اهل دل مشهورم. میرسد این لحظه به امدادم یک پاره ایجادش که آن را هم به همزبانان همزبان پیشنهاد نگرداند به خاطر نگاه داشتن غرور انسانیش. و من امروز پاره های را از آن ایجاد ارمانیش به خاطر میارم و باز یک مراتبه دیگر در خویش رهگم میزنم که چرا ما با قدر مردان اصیل در وقتش نمی رسیم. یک گله شاعری ریاضت کشیده ملت غفار میرزا در زمان شوراها به خاطرم می رسد و معمای سرگم را باز سرگمتر می سازد در اندیشه رهگم تاریک من. یک عادت تاجیکاست ملعون تا زنده جانت می خراشند، با مرگ به آبرو بمیری در روز تو بود می تراشند. خلاصه خود شاعر. شستم که زی عمر رفت در خدمت خلق، بگریخت زی پا و دست و بازو زورم. گفتم که دیگر به شعر خود ناز کنم، دادید شما ز نام شاه دستورم. چون زنده به گور التجا می سازم، از بحر خدا برون کنید
از گورم. یک خانه صغیری من خدا میگویند، من گنج خدا داده را گنجورم. در عرصه ننگ خار زارم نکنید، از خانه و طفلکان خود مهجورم. با فضل و فراستی که دارید یقین، مهر است جواب نامه مذکورم. زین لطف کلام هیچگه نشمارید، عزت طلب و سرکش و مغرورم. نالان ز شما نیم، ز قسمت نالم، ای وای ز دست قسمتی پرشورم. رنج است سزاش آنکه محزون باشد، طالع لعین نمی کند مسرورم. و بازم خودش جواب میگوید به این نامردی های پیشاوردی زندگی غیران. چو من یار غمم، عمر به غم دل داده می میرم. ز غم خو کردم با باده، با غم باده می میرم. سخندان و خردمندان سفر بر کوی غم دارند، با آن راه پیروم یک روز در آن جاده می میرم. ز میلت سربلندی ها بلندی بلا بوده است، چه دانم زان بلندی بلا افتاده می میرم. چه سیری بود میلت نیم خود را، میم خود را کشت. از آن ترسم که این اسرار را نگشاده می میرم. علیه بخت خود عمری کند جهد و جدل تاجیک، من از خود ناشناسی های خلقی ساده می میرم. مثال پاده خلق است و به هر سوی برانندش، به هر سوی رود ناچار با این پاده می میرم. نگردم بنده نفس، ارچی بند غم شدم محزون، به دنیا آمدم آزاده و آزاده می میرم. بله، آزاده زیست و آزاده دنیای فانی را ترک کرد و به ما وصیتش ماند. مردی نمیتانی اگر، اینقدر نامردی چرا؟ دردی نداری در دلت، اظهار همدردی چرا؟ من جنگ با علت کنم، اندیشه ملت کنم، ای مانده در بندی محل، با من هم آوردی چرا؟ همشهر با تو نیستم، ای زهر با تو نیستم، در دهر با تو نیستم، شرمنده هم کردی چرا؟ گیرند از دستت کمان، هستی ضعیف و ناتوان، ای از کمانت اعلمان، دیگر کمان مردی چرا؟ مقصود اگر آزردن است، آخر ز دنیا بردن است، یا رب به بین دین و دد ما را بیاوردی چرا؟ عالم دیگرگون می شود، مهری دل افزون می شود، خوشبخت محزون می شود، ای دل چنین سردی چرا؟ و او محزون بود و مسرور رفت.